یه پسر بچه لاغر و کم حرف توی یه روستای فقیر توی سنگال، بدون کفش، با لباسی پاره و توپ پارچه‌ای توی کوچه‌های خاکی دنبال رویاش می‌دوید. نه کسی حمایتش می‌کرد. نه خانواده‌اش باور داشتن قرار روزی یه ستاره جهانی بشه. اما اون یه چیز داشت. ایمان و تلاش بی‌وقفه. این داستان سادیو مانه است. کسی که از فقر مطلق رسید به قهرمانی اروپا و میلیون‌ها قلب رو تسخیر کرد. سادیو مانه سال 1992 توی یه روستای کوچیک به نام بامبالو در سنگال به دنیا اومد. خانواده‌اش خیلی فقیر بودن. حتی پول مدرسه هم نداشتن. پدرش وقتی سادیو بچه بود فوت کرد. اون زمان حتی نمیدونست فوتبال چیه. فقط با بچه‌های محله توپ میساخت و بازی میکرد. وقتی گفت میخواد فوتبالیست بشه، خانواده‌اش مخالف بودن. میگفتن باید کشاورز بشه مثل بقیه. یه روز پنهونی خونه رو ترک کرد. با کمک مردم روستا و فروش وسایل خونه، پول جمع کرد تا به شهر بزرگ داکار بره. برای تست فوتبال لباس و کفش درست حسابی نداشت. مربی‌های تست اولش باور نمی‌کردن اومده فوتبال بازی کنه. ولی وقتی توپ به پاش رسید، همه ساکت شدن. اون لحظه‌ای بود که سرنوشتش تغییر کرد. توسط آکادمی فوتبال جنریشن 4 کشف شد و بعد به اروپا فرستاده شد. تو تیم ردبول زالتسبورگ اتریش اولین درخشش‌ها رو داشت. بعد رفت ساوثهمپتون و خیلی سریع در لیگ برتر انگلستان درخشید. سال 2016 به لیورپول پیوست. زیر نظر یورگن کلوپ تبدیل به یکی از بهترین وینگرهای دنیا شد. قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. آقای گل لیگ جزیره شد و قهرمانی لیگ انگلیس رو هم به دست آورد. با تیم ملی سنگال هم قهرمان آفریقا شد و در جام جهانی درخشید. با درآمد خودش بیمارستان، مدرسه، مسجد و حتی اینترنت رایگان برای روستاش ساخت. ماهانه به صدها خانواده فقیر کمک میکنه. جمله معروفش: من نیازی به ماشین‌های لوکس و ساعت‌های طلا ندارم. من فقط میخوام به مردم کمک کنم. مانه فقط یه فوتبالیست نیست. یه الهام واقعی برای میلیون‌ها نفره. کسی که نشون داد با تلاش، ایمان و مهربونی میتونی از صفر مطلق به قله دنیا برسی که تو هم رویایی داری بدون که ممکنه. فقط باید شروع کنی، مثل سادیو،